اهل سنت به معنای تابعدار به تمام سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم و اجتناب از تمام بدعت ها و خرافات. کسی که به 20% و 30% و 10% و 40% سنت رسول الله تابعدار است، این هنوز اهل سنت نشده. چرا؟ که معنای لغوی اهل سنت است که تابعدار به تمام سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم. تابعداری رسول الله وحی است، حکم الله است. و من یطیع الرسول فقط اطاع الله. اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم در حقیقت اطاعت الله است و روگردانی از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم روگردانی از وحی است. و سنت پیامبر تمسخر و رشخند و بد دانستن تمسخر و رشخند به وحی است و این کفر است و این عقیده تمام مسلمان های اهل سنت و الجماعه است. و الجماعه تابعدار به روش سلف صالحین. سلف صحابه کرام است که در 8 جای قرآن ذکر شده کلمه سلف و 150 آیت در قرآن درباره پیروی از منهج صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین آمده. و اجتناب از افراط و تفرید در دین. و صالحین هم تابعین و تبع تابعین هستند. ما در اولوسولی کرو خیرات قریه چی میگفت میرزا چی بود؟ همین قریه چیشان که رفته بودم قریه میرزا نوح رفتم اونجا یک محفل بود. به سر منبر آیت خواندم و من یطیع الرسول فقط اطاع الله و من یتوله فما ارسلناک علیه حافظا. یک ملا استاد گفت ما قبول نداریم میشی آیت حدیث نخوان که آیت حدیث وهابی‌ها میخوانن. ما آیت حدیث قبول نداریم نعوذ بالله. مولا عبدالسلام کروخی و برادرش مولا عبدالخالق. شما ببینین اگر یک مسلمان همین قدر گپ بفهمه که اهل سنت به معنای تابعدار به تمام سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم و الجماعه تابعدار به روش سلف صالحین. سلف ابوبکر و عمر و عثمان و علی رضی الله عنهم اجمعین است. صالحین تابعین و تبع تابعین است. و سلف در لغت به معنای ما قبلنا، کسایی که پیش از شما تیر شده و در اصطلاح به صحابه گفته میشه. و اهل سنت در دین افراد و تفرید نمی کنن، نه زیاد میکنن نه کم. و اهل سنت و الجماعه عقیدهش است که هر حکم در جا و در وقتش تطبیق میکنن. یعنی کسی که کفر کنه او را کافر میگن، مشرک. کسی که شرک کرد او را مشرک میگن. کسی که ارتداد کرد او را مرتد میگن. و کسی که نفاق کرد او را منافق میگن. و کسی که فسق کرد او را فاسق میگن. و کسی که ایمان به کتاب الله و سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم و منهج صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین داشت، تمام امور اسلام میپذیرفت و تسلیم بود. و ایره چی میگن؟ اهل ایمان میگن. اهل سنت در دین اضافه و کم نمیکنن. لا تقدم بین یدی الله و رسوله. کم زیاد نمیکنن از امر الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم. و کسی که در دین کم و اضافه کرد، بدعت ها را خرافات آورد، قول دانشمندان را به آیات الله جنگ داد، این به این معناست که به سر الله جرح کرده. یعنی استاد خود، رهبر خود، مرشد خود از الله بالاتر دونسته نعوذ بالله. و سخن دانشمند و رهبر و حزب خود به سر سنت پیامبر جنگ داد و سنت پیامبر نسبت به حزب و گروه و تنظیم خود ترک کرد. در حقیقت این حزب و گروه خود به درجه نبوت رسونده و نبی را شاگرد درست کرده نعوذ بالله. ابوالحز ینیفی رحمه الله میفرماید که هر سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم را نسبت به قول دانشمندا ترک کنیم، این به این معنی است که دانشمند نبی قرار دادیم و رسول الله را شاگرد معاذ الله. و صاحب فتوای عالمگیری می نویسه، بزرگترین فتوای مذهب حناف است، که اگر انسان به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل هم بکنه اما بد ببره یا بد بدانه، این کافر مرتد است. چرا که الله در سوره نجم آیات 3 و 4 میفرماید که رسول الله صلی الله علیه و سلم سخن را از پیش خود نمیگه مگر آن چیزی که به زور وحی میشه. پس الله جل شانه عملی را که کفر میگه، اگر شما کفر نمیگیم، این به این معنی است که شما الله را نعوذ بالله از الله اشتباه میگیریم، میگیم الله اشتباه کرد نعوذ بالله. و الله عملی را که شرک میگه، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افتره اثما عظیما. شرک الله نمیبخشه. مثل که مردم به پیرا سجده میکنن، به قبرها سجده میکنن، به رهبرهای سیاسی سجده میکنن. و عملی که الله ارتداد میگه که انسان مرتد میشه، از اسلام ایمان بیرون میشه که نعوذ بالله، اگه شما او را ارتداد نمیگیم، این به این معنی است که شما سخن الله را رد میکنید.
و عمل که الله منافقت میگه اگر شما او را منافق نمیگین باز شما سخن الله و رسول رد میکنین. و عمل که الله فسق میگه اگر شما فسق نمیگیم باز شما چی میکنین؟ سخن الله و رسول رد میکنین. و عمل که الله جل شانه ایمان میگه که در ایمان سه اصل است: اقرار به زبان به امر و نهی الله، تصدیق به قلب به امر و نهی الله، عمل بالجوارح به امر و نهی الله. یعنی آنچه که الله امر کرده به جوارح بدن عمل میکنیم، آنچه که نهی کرده در بدن او را ترک میکنیم. و 7 شرط: آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی و البعث بعد الموت که در سوره نساء آیت 136 حکمی ذکر شده. و ایمان ملائکه و انبیا همیشه زیاد میشه و کم نمیشه، چون گناه کبیره و صغیره معصومن. و ایمان تمام امت مسلمه به اعمال صالح و نیک زیاد میشه، به گناه و نافرمانی کم میشه. اما اینا اهل سنت نیستن. این فرقه های گمراه و باطل است، جز همون 72 فرقه که رسول الله میگه به جهنم میره. کی؟ همون کسایی که میگه این سنت پیامبر است، به مذهب ما نیست، این سنت پیامبر است، به حزب ما نیست، آیات و حدیث نخوان که ما قبول نداریم، نعوذ بالله. این خو کفر اکبر است، این خو ارتداد اکبر است. و هنوز مردم ما صلیت های الله را نعوذ بالله نشناختین و صلیت های رسول الله صلی الله علیه و سلم نشناختین. 200 نفر در داخل مسجد ششته امی ملا صدا میزنه که آیت حدیث نخوان، ما قبول نداریم. اگه ما این همه آیت حدیث رو قبول کنیم بنیم یزی ما نعوذ بالله کافر میشیم. آی مردم تکبیر، الله اکبر، مرگ به وهابی، مرگ به سلفی. بدبختا به ضد یهود چرا گپ نمیزنن؟ به ضد نصارا، به ضد روافض کمر بسته میکنن، به ضد قرآن همکاری بدون از معاش به یهود و نصرانیت و مسیحیت و سکولار و روافض. الله جل شانه ما پیرو عقیده اهل سنت و الجماعه بگردانه، ما متبع کتاب الله و سنت بگردانه و ما دشمن یهود و نصارا و روافض و اهل بدعت بگردانه.